درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. امروز دوشنبه است 3 آگوست و در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از موضوعهای برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش از یک حمله ویرانگر به ایران دست کشید تا مناقشه از راه مذاکرات حل شود. باید حمله عظیم صورت می‌گرفت، اما همپیمان‌های ما خواستند از آن دست کشیم. سبب خواهش آنها این بود که فکر می‌کنند سازش امکان پذیر است. یک زاده دیگری تاجیکستان را از شهروندی روسیه محروم کردند. صداقت نشان نداد یا به اصطلاح گناه دیگری کرد. زندگی در خانه‌های بی‌حجت با دردسر و مشکلات زیاد. خانه‌های بعضی از ساکنان دوشنبه سالهای دراز است که سند ندارند. ساختار دخلداری شهری نیست، دخالت کردن نمیتوانند برای که شما در آنجا علاقه زندگی دارید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در حال حاضر مذاکره بین ایران و آمریکا در جریان نیست. او امروز در نشست خبری گفت آنچه که در حال حاضر می‌گذرد مذاکرات دوجانبه بین ایران و عمان است. پیشتر از این بیانیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که کشورش از یک حمله سخت به ایران دست کشید و مذاکرات با تهران روز دوشنبه آغاز خواهد یافت. جزئیات در گزارش میرزا نبی خالقزاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که پس از التماس ایران و درخواست همپیمان‌های کشورش در خلیج فارس بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به ایران را بازداشت. و افزود مذاکرات دو طرف روز 3 آگوست از سر گرفته می شود و سازش در مورد تنگه هرمز ناگزیر است. او که روز 2 آگوست در داخل هواپیما با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود من بسیار می‌خواهم سازش کنیم. این جان بسیار آدمان را نجات می‌داد. ما حمله را به نقشه گرفته بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ دوم جهانی می‌شد و عاقبت‌هایش برای آنها فلاکت بار بود. آنها نخواستند که ما این کار را کنیم. دونالد ترامپ درباره هیئت‌ها یا مکان مذاکرات نو چیزی نگفت. ولی قطر و پاکستان در گفت و شنیدهای واشنگتن و تهران نقش میانجی را اجرا می‌کنند. به قول ترامپ سعودی، امارات متحده عرب و قطر همراه با ایران از او خواستند که از حمله‌های هوایی پیش بینی شده با ایران دست کشد. ترامپ افزود تهران با اصرار خواست تا حمله به تأخیر انداخته شود. آنها گفتند که ما می‌خواهیم سازش کنیم. ما همه آماده بودیم و محض در همین وقت باید حمله عظیم صورت می‌گرفت، اما همپیمان‌های ما خواستند از آن دست کشیم. سبب خواهش آنها این بود که فکر می‌کنند سازش امکان پذیر است. سازش درباره هرمز و سازش درباره دست کشیدن ایران از سلاح هسته‌ای به دست خواهد آمد. یک روز پیش از این بیانیه ترامپ گفته بود تصمیم گرفت از حمله های نو را به تأخیر اندازد زیرا چارچوب سازشنامه با تهران موافقه شده است و اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد. دونالد ترامپ بارخواست ایران را با حمله های بزرگ تهدید کرده، سپس از آنها دست کشیده و گفته است که سازش میان واشنگتن و تهران نزدیک است. به نوشته رسانه‌های ایرانی، منابع نظامی در ایران ادعای ترامپ را درباره آنکه گویا تهران از واشنگتن خواسته باشد از حمله‌های نو خودداری کند رد کردند. خبرگزاری مهر ایران روز 2 آگوست از قبل منابع نوشت که اظهارات ترامپ صرفاً یک دروغ نو و تلاش برای باجگیری از حاکمان کشورهای خلیج فارس و فشار به آنها از راه تهدید است. هرچند ترامپ در آغاز گفته بود هدف اصلی جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با ایران که روز 28 فوریه آغاز شد از بین بردن تهدید هسته‌ای تهران است. در هفته‌های اخیر او بیشتر بر روای آزادی کشتی‌ها از تنگه هرمز توجه می‌کند. تا آغاز جنگ بیش از 20% نفت و گاز جهان از این گلوگاه می‌گذشت، اما ایران این راه را عملاً بسته است و فقط انتخاباً به بعضی از کشتی‌های باربر اجازه گذر می‌دهد. ایران همچنین تهدید کرده است که برای گذر کشتی‌ها از این تنگه باج می‌ستاند. امریکا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراهی بین الملل بوده تحت نظارت هیچ کشوری نیست. واشنگتن و تهران روز 17 ایون با هدف ختم مناقشه و بازگشایی هرمز یادداشت تفاهم 60 روزه امضا کرده بودند. اما اختلافات بر سر معنای شرط‌های سازشنامه باعث حمله‌های نوی هر دو طرف به همدیگر شدند.
مقامات انتظامی روسیه میگویند یک زاده تاجیکستان را برای ترغیب عقیده‌های اسلامی افراطی و بالا گذاشتن ملت تاجیک از ملت‌های دیگر از حق شهروندی روسیه محروم کردند. دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر کلش در چواشستان خبر داده است زاده 61 ساله تاجیکستان به افراطگرایی و همچنین دعوت به سرنگونی ساختی کنستیتوسیونی روسیه متهم دانسته شد. FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه ویدیوی بازداشت زاده تاجیکستان را نشر کرده است که نشان می‌دهد ماموران امنیتی FSB او را زولانه در دست به اداره مهاجرت میبرند و در آنجا با امضای سند شناسنامه‌اش را از او میگیرند. در بیانیه آمده است مرد تاجیک در بین مردم اسلام افراطی را ترغیب میکرد. تاجیکان را برتر از ملت‌های دیگر مینامید که جنایت و هم تهدید به امنیتی ملی روسیه است. معلوم نیست این مرد در کجا چنین گفته است و نظر او را هم در خبر نیاوردند. مرد تاجیک در این شهر از سال 2011 کار و زندگی میکرده است. یک تحقیق کوتاه رادیو آزادی در وبسایت‌های رسمی مقامات انتظامی چواشستان نشان داد که تنها در سال 2024 سه زاده دیگری تاجیکستان را با اتهام افراطگرایی و یکی را برای دزدی از این جمهوری روسیه اخراج کردند. و در یک صحبت با شراف‌الدین گدایف، یکی از مخالفان دولت تاجیکستان در خارج، نخست پرسیدیم که هدف از این عملکردهای نمایشگرانه مقامات انتظامی روسیه در چیست؟ ببینید، همه کشورهای افراطی، کشورهای دیکتاتوری، یکی از وسیله‌های اداره کردن مردم و به هدف‌های خود رسیدن این به وجود آوردن یک فضای ترس است و این هم یک ابزاری به وجود آوردن این فضای ترس و برای حیله دادن شهروندان تاجیکستان به این جنگ روسیه به اوکراین است که میخوان صف مهاجران تاجیک را در این جنگ بیشتر سازند. البته این خیلی زیاد ما مشاهده میکنیم که به هر راه و واسطه شهروندان تاجیکستان را با این جنگ جلب می شود، کسی را با راه پول و دیگر راه هم مجبور میکنن یا در باغچه‌اش یا در ماشینش مواد مخدر میاندازند یا با تروریسم گناهکار میکنند، با یا این یا آن مثلا گناهکار میکنند. به هدف اساسی آنها به جنگ فرستادن شهروندان تاجیکستان است. شراف‌الدین گدایف همچنین گفت مهاجران تاجیک باید در این شرایط احتیاطکار باشند و فریفته مقامات روسیه نشوند. با هیچ وجه با جنگ به اوکراین راضی نشود، حتی برای آماده شدن ترک روسیه و از شهروندی گذشتن روسیه آماده باشند، چون جنگ روسیه فقط به خاطر قربان شدن است. نباید شهروندان تاجیکستان به خاطر هدفهای یک نفر ولادیمیر پوتین قربانی این حادثه ها شود. شما میتونید سمت مهاجرت، حیات و ممات زندگی شما مهمتر از هدفهای پوتین است. و ویاچسلاو ولودین، یکی از وکیلان مهاجرستیز و رئیس دومای دولتی روسیه، تعریف کرده است که در نیم سال گذشته از این کشور 43700 مهاجر را بیرون راندند. او در کانالش در تلگرام از عملکرد میلیسا ستوده است که در مقایسه با نیم ساله سال 2025 بیشتر از 65% مهاجران کاری برای یگان قانون شکنی یا بهانه از روسیه اخراج شدند. دومای دولتی نیمه دوم ماه ایول طرح نوی کودکس مأموری روسیه را تصویب کرد که اجازه می‌دهد مهاجران یا هر خارجی دیگر را با بهانه‌های ناچیز از روسیه بیرون کنند. در این کودکس تا ماه ایول امسال 22 ماده برای اخراج وجود داشت، از جمله برای اتهام قاچاق مواد مخدر یا عبور غیرقانونی مرزی روسیه. در کودکس نو اکنون 45 ماده هست که دست مقامات انتظامی را برای اخراج بازتر می‌کند، از جمله برای پس زدن شأن اعتبار انسان در اینترنت، به هم زدن ترتیبات جمعیتی و بدنام کردن نیروهای مسلح روسیه. و قول ولادین سر از سال 2024 یا یکونیم سال گذشته برای تکمیل قانونگذاری مهاجرت به روسیه 32 قانون قبول کردند و تشبثکار بسیاری از آنها خود وکیلان دومای دولتی بودند. روسیه میزبان میلیون ها مهاجر کاری از جمله 1 میلیون نفر از مهاجران کاری تاجیکستانی است. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در بسیاری از جلسه‌های دومای دولتی وکیلان مسئله مهاجرت را پیوسته در میان گذاشته در سرخط خبرهای روسیه قرار میگیرند. حامیان حقوق میگویند هر زمان که مشکلات داخلی روسیه زیاد می شود، قیمت‌ها مردم را به تنگ می‌آورند. وکیلان و مقامات مسئله مهاجرت را عمدن داغ می‌کنند تا افکار مردم ناراضی را به دیگر سمت برند. تلاش‌های اخیر هم برای به سمت دیگر کشیدن افکار عموم از جنگ ویرانگر در اوکراین است که ناراضگی مردم خود روسیه از آن بیش از پیش زیادتر می شود.
و برمیگردیم به خودی تاجیکستان. در تاجیکستان و به خصوص در شهر دوشنبه پایتخت تعدادی از مردم در خانه‌های زندگی میکنند که هیچ سندی ندارند. پولی 10 ساله‌ها با مشقت زیاد جمع آوردهشون را این مردم داده و خانه خریدند، ولی هیچ حجتی ندارند که نشان بدهد این مردم حق دارند در خانه خود آرام، آسوده و به یگان تشویش و ترس به زندگی ادامه بدهند. چرا چنین احوالی بر پیش آمده است؟ پاسخ این سوال در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف. اومدن دیدن گفتن که البته بررسی میکنیم. همین کلمه بررسی یک 30 بار ممکن همینجا اومدن گفتن که بررسیش میکنیم که بررسی نشده. ساکنان این بینای نوبنیاد در شهر دوشنبه خود را مردمانی معلق نام کردند. هر ماه حق خدمت رسانی، برق و آب، گرمی، پرتابکشانی و انداز را میسپارند. ولی از سال 2018 به این سو کمیسیون دولتی حاضر نیست که بینای آنها را برای استفاده بپذیرد. هر جایی که می رویم جایی قید میپرسن آخه دیگه همه مشکلی همینه. نه دختر رفتم در یگان دختر رو چاد استادگیم، نه مکتبا و نه مقصد همین صدیق و چیز همه همینا قید میپرسن که گویا که ما معلقیم. مدینه بانو و همسایه هایش گفتند که با پول خودشان به بینا خط آب و برق آوردند. همچنین تمامی خراجات وصل کردن بینا را به شبکه گرمی نیز پرداختند. راهروها را تعمیر، گیر اطراف بینا را آباد و به درآمدگاه بینا دروازه نصب کردند. اما صاحبان این خانه ها با مشکل دیگر نیز روبرویند. من سودا مدبدم خونه ما میبیون میگن که دامتون به داکیومنت فروخته نمیشه. به داکیومنت میگیره خونه ما. این ما اهمی دام بزرگ شدگم. با نقل ساکنان بینا میان فرمایشگری ساختمان فضلالدین نقشف و رئیس شرکت اند شمس‌الدین نبیف که بینا را ساخته است بحث سر زده است. نقشف نمیخواهد به سندهایی که کمیسیون دولتی ببیند امضا گذارد. این دو مسئول بینا به زنگ‌های به تکرار خبرنگاران رادیو آزادی پاسخ ندادند. سال 2018 ساکنا در آمدن، ولی در همین بین سال 2020 صاحب دام بیدرک شد. بعد فهمیدیم که در زندان است. ای سال 2023 تا حاضر فرمایشگر بینا فضلالدین نقش صاحب کار ما را امضا نمیکنه، چون که در این بین بعضی کارهای هستن که قطعی صاحب کار باید ببینه. صاحب کار در زندان بود، از زندان برآمد تا حاضر 3 ساله که ما امضا را گرفته نمیکنیم. در شهر دوشنبه 22 بینا همین مشکل را دارند. شهرداری دوشنبه بیناسازان و ساکنان را گناهکار می‌داند و مسئولیت را نیز به دوش آنها وامی‌گذارد. طبق طلبات قانونگذاری شهرسازی باید کمیسیای کاری، کمیسیای دولتی می‌گذاشتند، بعداً شهروندان استقامت را در آن بینا ادامه می‌دادند. لیکن با هر بهانه که ما جای مکان زیست نداریم، صاحبکار میگوید من امکانیت دیگر اجاره پولی دادن ندارم، وضعیت مالی میاد وزنین است، شما رو وادار می‌سازد شما در بینای ناتمام آمده استقامت میکنید. ساختار دخلداری شهری نیست، دخالت کردن نمیتوانند برای که شما در آنجا علاقه زندگی دارید. اکثر ساکنان این بیناها میگویند سالهاست به مقامات گوناگون از جمله شهرداری دوشنبه مراجعت میکنند، اما نامه‌هایشان از یک نهاد به نهاد دیگر روانه می شود و مشکل باقی می ماند. مشکل بیناهای نوساخت در دوشنبه و شکایت از آنها سالهای آخر خیلی زیاد است. تنها در نیم سال جاری در کار شرکت‌های بیناکاری در تاجیکستان 3700 کمبود آشکار شده، مالکان آنها بیش از 300,000 سامانی جریمه شدند. بیننده بسیار عزیز و ارجمند، به پایان اخبار آزادی رسیدیم، ولی اگر میل دیدن ویدیوهای بیشتر، خواندن خبر و گزارش‌های دیگر را دارید، پس لطفاً سری بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های ما در تلگرام و یوتیوب و تیک تاک. اگر مسئله هست که می‌خواهید درباره‌اش بیشتر بدونید، سوال دارید، پس به ما بنویسید، می‌بینیم، تحقیق می‌کنیم. اگر خبر مهم بود حتما آن را نشر خواهیم کرد و تلفن های ما در همه شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی هست. واتساپ یکی از وسیله های تماس با ماست. هر خبر و یا موضوعی که شما به ما پیشنهاد میکنید برای تازه تر شدن برنامه اخبار آزادی کمک میکند. تا دیدار در برنامه های دیگر.